بسم الله الرحمن الرحیم. رزمندگان جانبرکف ما در نیروی دریایی و هوافضای سپاه ضمن کنترل هوشمندانه و قدرتمندانه تنگه هرمز و در دست داشتن ابتکار عمل در خلیج فارس هجوم به مواضع دشمن در منطقه را به فضل الهی با قدرت ادامه خواهند داد. در ادامه عملیات پهپادی دلاور مردان ارتش جمهوری اسلامی ایران، پایگاه پشتیبانی و بزرگترین مرکز حمل و نقل ارتش رژیم صهیونیستی در تل‌آویو مورد هجوم پهپادی قرار گرفت. همچنین نیروی پدافند هوایی ارتش یک فرمان موشک کروز شلیک شده از هواگرد متخاصم آمریکایی صهیونی را در منطقه عمومی شمال غرب و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور هدف قرار داده و ساقط نمود. رشادت‌های جانانه، دلاورانه و غیورانه ارتشیان دلیر و سپاهیان سلحشور ادامه دارد. سقف اقدامات و تاکتیک‌های بی‌بدیل ما در این جنگ کف اقداماتی است که حتی به ذهنتان هم خطور نمی‌کند. و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم.